چرا انقدر منو تهدید میکنی؟ آره من به دوست صمیمیت که آخر هفته عقدمونه خیانت کردم دیواره هاشا بلنده تو رو سننه چجوری میخوای ثابت کنی؟ مطمئنی؟ پس این عکس و فیلمات چی میگه؟ تنها جایی که از اون عکس ندارم فقط رو تخت خوابه. میخوای ثابت کنم؟ نه تو رو خدا التماست میکنم هر جور بخوای جبران میکنم فقط چیزی نگو. آهان حالا شد. منم از اول همینو میگم دیگه. ناز میکنی. بیا یه 2 ساعت اشغال کنیم بعد شطور دیدی نیدی. کارت که تموم شد جلو چشم عکس و فیلمو پاک میکنی. حیف این چک که بخواد رو تو حروم بشه. قرار بود آخر هفته بیای برینی تو زندگیم ولی رفیقم چشامو باز کرد. چقدر تنفروشی برات راحته. اینقدر از من میترسیدی یعنی تو؟ الانم خوشحالم از اینکه هیچ تعهدی نداریم ما با هم. این تو اینم اهالی شهر هر غلطی دوست داری بکن. رمضانمو خدای خواهم چاکی